بعد گذرای دو دور صدرنشین جدول عمومی لیگ اولی تاجیکستان قهرمان فعلی مسابقه باشگاه استقلال شهر دوشنبه در دوره رقابت‌های دور سوم چمپیونات به مهمانی ریگر تدازی ترسونزاده رفت. ریگری‌ها پایتختی‌ها را آنقدر خوب مهمانداری نکردند. میزبانان مقابل قهرمان 11 کرته کشور رقابت شدید نشان دادند و اولین شده به زدن گل دست یافتند. گل دوم را در این سه دور مسابقه به دروازه رستم یتیم و فریدون دولتov به هدف رساند. خوشحالی میزبانان دیر دوام نکرد. پایتختی‌ها با گل زده حریف خیلی زود جواب گفتند. منوچهر جلیلov از ضربه جریمه‌ای تعیین شده با ثمر استفاده نموده نتیجه را برابر ساخت و همچنین با این گل زده 4 گل شده به صدر اولین نشانزن‌های چمپیونات برآمد. با همین حساب مساوی تیم‌ها به تنفس برآمدند. در قسم دوم هر دو تیم و مخصوصا باشگاه ریگر تداز در آغاز این قسمت امکانات‌های بهترین گلزنی را به وجود آورده توانست، ولی رستم یتیم با سیف‌های عالی خویش برای باشگاه استقلال در این واخوری یک امتیاز آورد. همین گونه واخوری مرکزی دور سوم با حساب مساوی 1-1 جمع بست گردید. باشگاه استقلال شهر دوشنبه 9 بسته از 2 امتیاز از دست دادن در مقام اولی جدول باقی میماند. ما خیلی تیاری خوب دیدیم برای این بازی. میدونستیم که رقیبمون خیلی با قوت است و میخواستیم که در پیش مخلصانمون بازی خوب نشون دهیم و نمیتونستیم که همه وقت حمله کنیم. بسیار در خط دفاع بازی کردیم امروز. Соперник наш был ближе к победе. Ну, а как можно выиграть, если каждая вторая передача чужому? Это я про свою команду говорю. Очень слабо сыграли в защите. Вот. Впереди тоже какой-то дисбаланс пошел. Но это все поправимо, это ничего страшного, потому что мы понимаем, что против Истекол все команды так будут играть. Поэтому готовиться, я их предупредил команду, что после второго тура все команды будут так играть и рассчитывать на контратаки. واخوری دسته‌های اسخطه خوجند و خوجند در دور سوم چمپیونات ملی مملکت اوید به فوتبال بین دسته‌های لیگ اولی در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار شد. دقیقه‌های اول واخوری